مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید. امروز قصد اینه که در برنامه پشت پرده افشا بکنیم پشت پرده عجیب و کثیف فوتبال ایران رو که از هر زاویه‌ای فوتبال ایران رو نگاه بکنیم و خصوصا حالا لیگ ایران رو نگاه بکنیم پر از رانت و لابی و کثافت و دل و دزدی و تازه فسادهای اخلاقی هم توش هست. یعنی مربی فوتبالی که لواط میکنه، یعنی دو جانبه است، یعنی هم ترتیب بازیکن‌ها رو میده هم خودش دوست داره این کار رو، مثلا کونک بازی میکنه. چند سال پیش ما داشتیم یکی از مربیای فوتبال رو به اسم حالا فامیلیش بماند که مثلا 2 سال محروم شد به خاطر اینکه این رفتارا رو داشت، کرده بودنش سرمربی یه تیم. مثلا یه وضعی فوتبال ایران، یعنی هر زاویه نگاش بکنی کثافته. امروز ولی قصد داریم یه مقداری راجع به پشت پرده چند تا از بازیکن‌های تیم ملی فوتبال ایران بگیم که دادستانی نامه زده که بیرانوند، صادقی، پورعلی گنجی و مهدی پور و چند نفر دیگه از بازیکن‌های فوتبال باید تا اطلاع ثانوی محروم بشن و کارت فوتبالشون صادر نشه. از اون طرف هم خبر رسیده بود که بیرانوند رو گفتن که باید 4 ماه به دلایل غیر فوتبالی محروم بکنن، که از اون طرف دیگه شما و هر طرفی نگاه بکنی، یعنی یه این طرف داره، یه اون طرف داره، یه اون طرف داره. خب یعنی از هر زاویه‌ای که این ماجرا رو نگاه میکنی یه پشت پرده داره که راجع بهش بیشتر صحبت میکنیم. که مدیر عامل تراکتور هم گفته که این صحبت‌ها رو با ما نکنید، یعنی خواهی داره فدراسیون فوتبال بیرانوند رو محروم بکنه تا فیلم سوپر نصف بازیکن‌های پرسپولیس و استقلال منتشر بکنم، رانتا و لابیایی که به تاج دادم به بقیه دادم و افشا بکنم و بگم که چه کثافتی تو فوتبال. منم بچه پول دارم، به همه تا تونستم رشوه دادم، نماینده مجلس رو خریدم، رئیس جمهورم خریدم، حالا بیا وسط جرأت داری بیران. یعنی زد سیما قرار شد که من اینا رو نگم، نمیگم، مثلا چیزام نبوده، شنیده شده نشده، فوتبال تمیز پاک اصلا نبوده هیچ. اما خب به هر حال الان این اتفاقات افتاده. قبلا من راجع به بیرانوند صحبت کرده بودم و گفتم چی شد از باشگاه پرسپولیس رفت، ولی حالا یه بار دیگه مرور خواهیم کرد اتفاقات بیرانوند و دلایل غیر فوتبالی که اعلام میکنن به خاطر موضوعات اخلاقی و دختربازیایی بوده که بیرانوند کرده بوده. از اون طرف این 4 تا بازیکن چرا محروم کردن؟ گفتن که اینا تبلیغ کوروش کمپانی موبایل استقلال کردن. بر کسی پوشیده نیست که کوروش کمپانی و موبایل استقلال همه مال سیستم مال حکومت بوده، یعنی آدمایی بودن که یا وصل بودن به سپاه، یا وصل بودن به اطلاع، یا وصل بودن به آقازادی، یا وصل بودن به نماینده مجلس. چون آدم عادی که نمیتونه این کارو بکنه. بر کسی پوشیده نیست که اینا حکومتی و سیستمی بودن. الان هم کوروش کمپانی تو دبی داره اشغال میکنه، تو باشگاه هر روز داره وزنه و دنبلش رو میزنه، کسی نمیگیره. اگر میخواستن تا الان 200 بار میتونستن برش گردونن ایران. کی اینو از کشور خارج کرد، چه جوری خارج کرد؟ پیدا کنید. پرتغال فروشی بودجه ریزی کم آورده بودن، تصمیم گرفتن که از جیب ملت این بودجه رو بگیرن، وگرنه دزدی که داره سایپا ایران خودرو میکنه 100,000 برابر بیشتر از این کاری که کوروش کمپانی داره انجام میده. میگه بیاید نفر 250 میلیون تومان بریزید تو حساب من، 2-3 میلیون نفر آدم رفتن ریختن، آیا بدم آیا ندم. یادم شعر افتادم، بهتون ماشین رو وایسید براتون قرعه کشی بکنم. نه همیشه با هم قاطی شده فوتبال سیاست، دارم همه رو میگم دیگه، هر دری بگم این پشت پرده‌ای در میاد. پولاتون رو میگیره با اسم دادن یه ماشین طلا و تخمی مثل پراید، مثل پژو که تو خارج از کشور توف هم نمیندازن روی ماشینا دیگه، مجبور باشن میخواد، وگرنه طرف دیوونه نیست بخواد برای همچین ماشین شل شخمی مثل پراید بگیره. ماشینای 5 میلیون هم نمیارزن میکنن تو پاچه ملت 300-400 میلیون 500 میلیون. حالا پراید که داره خارج، بقیه ماشیناشون هم که دست کمی از این نداره، میگن سگ زرد برادر شغال دیگه، همه ماشیناتون آتو آشغاله. مردم هم مجبورن، چون واردات خودرو شما تا خشتک ممنوع کردی. اگر هم یکی بعد وارد بکنیم ماشینی که مثلا 50 میلیونه بعد 5 میلیارد پولشو بده، میگه آزاد کردم اما تو بعد 5 میلیارد پولشو بدی.
یعنی مردم رو که تو قفس، مردم رو حسابی تو تنگنا قرار دادید، اسم خودتون هم گذاشتید مدیریت راهبردی انقلابی امامی صحبت. فوتبال پریدیم رفتیم تو ماشین دیگه بپریم دیگه مجبوریم، چون باید برم تا تهش. من جر بدم بعد قشنگ کامل جر بدم، تا نصفه نمیتونم جر بدم، ریشه شو بعد برم تا آخرش در بیارم. خلاص گفتن اینا براشون رفتن تبلیغا رو کردن، تا پولاشون رو نیام پس بدن، پول اون تبلیغا رو نمیتونن کارت بازیشون رو بگیرن. البته اینا برای کسی پوشیده نیست که شروری بیش نیست، انگار مثلا فقط این 4 نفر رفتن تبلیغ کردن، انگار مثلا فقط این 4 نفر بودن. پول بگیرن بدن به کی بگیره؟ برای چی بگیره؟ اینا این پولایی که بلوکه شده تو قوه قضاییه جای دیگه خرج مردم شده. نه بگذاریم، شروع میکنیم که مقدار راجع به اینا صحبت کردن. اول از این علی بیرو شروع بکنیم که قبلا هم من راجع بهش صحبت کرده بودم. هر چی هست زیر سر ایشونه. علی پروین مافیا باشگاه پرسپولیس، تمام باشگاه ایران مافیا دارن. یه عکسی چند وقت پیش دیدم، عکس یه دونه کاخو گذاشته بود با عکس خونه درب و داغون برق رفته که طرف نون نداشت بخوره. بعد گفته بود که خونه فوتبالیسته، خونه طرفدارش. بعضی اومدن گفتن مثلا خونه سیاسیه، خونه طرفدارش. ما مردم حکم اون خونه درب و داغونه رو داریم، منم جزشم داریم. ما اون فوتبالیسته و اون آدم خفنه حکم اون خونه لاکچریه رو داره که ما یقه خودمون رو جر میدیم، گلوی خودمون رو پاره میکنیم برای که اون بره پولش رو بگیره. بازیش هم تموم میشه، با جت شخصیش بلند میشه میره خونهش تو کشور خارجی. تو ایران هم با ماشین آخرین مدلش که آرزوی من و شماست بلند میشه میره تو خونه بالا شهرش، دختر بازیش رو میکنه، عرقش رو میخوره، قلیونش هم میکشه، فیلماش هم واسه من اومده دارم، دختر بازیش هم میکنه. پس تعصب بیجا نباید نشون بدیم. من مثلا اومده بودم راجع به علی پروین صحبت کرده بودم، شما ببینید امثال علی پروین چه حقی هم مردم خوردن. اسطوره است یا اسطوره است، میگن آقا فلان ورزشکاره. آقا ورزش یه طرف، زندگی حرفه‌ای و منصفانه و عادلانه کردن هم یه طرف. بازیکن‌های بزرگ دنیا هم شما اگه نگاهشون بکنید، بخوام مثال بزنم مثلا رونالدینیو، همجوری اومد تو زنم، اینا اگه فرار مالیاتی بکنن، اینا اگر یه دوری سیستم ما حکومت رو بزنن پارهشون میکنن و نمیذاره همجوری بمونه. نمیگن طرف فوتبالیست بوده، قهرمان جام جهانی بوده، طرف بهترین بازیکن دنیا بوده، نه بهترین بازیکن این لیگ تخمی ایران، بهترین بازیکن دنیا بوده، همه جلوش سجده میکنن. یه فرار مالیاتی کرده بود رونالدینیو، بقیه بازیکن‌ها میخواستن مادر پدرشون رو بیارن جلو چششون. بعد این آقا اصلا وجودش پر از رانته. تو باشگاه استقلال هم همینا، بقیه باشگاه هم همینه. تا وقتی ما اون تعصب کورکونه رو نذاریم کنار، هیچ اتفاقی برای نمیفته. علی پروین یه مقدار راجع به رانتاش به شما بگم، بعد میرسیم به آنایتا درگاهی و این محمد پروین و اینا هم میرسیم. سال 92 موقعی که رویانیان استعفا داد با اون گندی که در باشگاه پرسپولیس زد، علی پروین شد برای مدتی سرپرستی مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس. تو همون حین من دارم به شما تاریخ میدم، برید سرچ بکنید. برای علی کریمی یه پیشنهاد اومد از بایر مونیخ، قول آلمانی بایر مونشن، که باید میرفت اونجا و زیر قرارداد باشگاه پرسپولیس بود و باشگاه پرسپولیس باید رضایتنامه علی کریمی رو امضا میکرد. علی پروین همه جا اومدن گفتن که مفتی رضایتنامه علی کریمی رو امضا کرد، دمش گرم، مرد بوده، فلان بوده، گذاشتیم بره بش. اما آدم به شما معرفی میکنم و اسامی که با یه سرچ ساده میتونید برید. یه شخصی به اسم علیرضا طاهری که وکیل علی کریمی بوده، به علی کریمی بهش پیام میده و میگه که آقا برو این رضایت ما رو از علی پروین بگیرین، مصاحبه‌ای که این میکنه تو تلویزیون شروور این پول میخواد. که دوست علی کریمی ابوالفضل جلالی با علیرضا طاهری، که این ابوالفضل جلالی کار اصلا مدیر برنامه توری علی کریمی رو میکرد توی دبی و علیرضا طاهری هم کار وکالت علی کریمی رو میکرد.
این دوتا با هم هماهنگ میکنن به دستور علی کریمی که برن پول بدن به علی پروین. میگن علی پروین چته، چی میخوای فلان اینا. علی پروین اون موقع میگه که من یه دونه ماشین گالانت همچین چیزی میخواسته که قیمتش توی ایران موقعی که مدیر عامل پرسپولیس بوده 10 میلیون تومان بده. اون موقع مثلا خیلی پول بوده، 12 میلیون. علی کریمی رو میده و با این دیل که این پوله رو بدن به علی پروین زیر میزی. علی پروین از مدیر عامل باشگاه پرسپولیس میره، این پوله رو هم علی کریمی بهش نمیده. انقدر علی پروین زنگ میزنه میگه آقا مصاحبه میکنم، دهنتو سرویس میکنم، دهنتو جر میدم، پارت میکنم، من بچه پایینترم، اصلا باید پول منو بدی و اینا. بعد از 2 سال من اینجا نوشته بودم یه چک 10 میلیون تومانی همین علیرضا طاهری اون موقع دفتر علی کریمی تو توانیر بوده. علی پروین تو توانیر بوده سال 93 94 از بانک اقتصاد نوین میکشه برای علی پروین که علی پروین اون موقع میگه که الان 10 میلیون تومان، میگم گالانت الان 13 میلیونه، تو 10 میلیون کشیدی، 3 میلیون دیگه‌اش کو؟ علی کریمی میگه بابا دنبال چی میگردید، همینم بهت دادم از سرتم زیادیه. یعنی اینایی که شما میگید اسطوره این یه قلمش بود. خونه ای که علی پروین توش زندگی میکنه، این ویلای لاکچری که شما دارید میبینید تو لواسون و طرفدارایی که میرن بغل اینا رد میشن اینجوری میکنن و تعصب میکنن، الان بالای 100 میلیارد تومان قیمتشه. اون موقع آبدینی که آدم کت و کلفتی بود از بنیاد این خونه رو مجانی برای علی پروین میگیره. میدونید که خونه‌های غصبی که مال زمان شاه بوده، مال آدمایی بوده که تو سیستم شاه بودن، کلی زحمت کشیدن، زجر کشیدن، خون و دل خوردن، این خونه ها رو ساختن، کارخونه ساختن. سیستم جدید که اومد، انقلاب که شد، کل خونه ها و ثروت اینا رو به عنوان خونه های غصبی کشیدن بالا و همه رئیس رؤسا و آخونده و آدمای مختلف این خونه ها رو یکی یکی به اسم خودشون زدن. یکی از این خونه ها هم رسید به علی پروین که آبدینی براش این کار رو انجام داد. این الان خونه به نوعی خونه غصبیه که با رانت و لابی علی آبدینی سند این خونه رو زد به اسم علی پروین. همشون گرفتن، از کاشانی بگیر تا کروبی و نمیدونم دبیر که اصلا نگم براتون، همش. بعد علی پروین تو همین خونه غصبی هیئت امام حسین میزنه و جالب داخل همون هیئتش محمد پروین پسر یک علی پروین دختر برده بوده و آنایتا درگاهی زن سابقش مچشو تو خود هیئت میگیره، دختر میذاشتن تو صندوق عقب ماشین میبرن تو هیئت. نصف فوتبالیا میدونن. آنایتا درگاهی متوجه میشه و جدا میشه از علیه و محمد پروین. بعد از اونم محمد پروین انقدر کثافتکاری کرده و کار دیگه کرده بوده از فوتبال خداحافظی میکنه، میره توی تجارت برنج. با رانت و لابی باباش و ارتباطاتی که داشته اون سال 93 23-4 میلیارد تومان سوبسید و یارانه میگیره و برنج وارد ایران میکنه. بعد از اون گندش بالا میاد که این برنج آلوده بوده، همون برنجای آلوده رو وارد بازار میکنه و بازاریا متوجه میشن و ازش شکایت میکنن و کلی بدهی و قرض و قوله بالا میاره. بعد از اون دولت دست میذاره رو علی پروین و میگه که آقا باید این خونه تو بذاری مزایده. خونه ای که ارزشش اون موقع، دارم قیمت اون موقع رو میگم، 10 میلیارد هم که نه 5 میلیارد تومان بوده، میان ارزش گذاری میکنن اون خونه رو 33 میلیارد تومان. این نامشه، زومش هم میکنم ببینید. بخونید، نامه بسیار فوری و حائز اهمیت، سال 95. گفته شده که احتراما پیرو نامه فلان ضمن ارسال تصویر صورت جلسه مزایده مربوط به پرونده شرکت رنگین سفره ایرانیان با مدیریت محمد پروین فرزند علی به استحضار میرساند که برنامه صورت جلسه یاد شده برابر صورت جلسه یاد شده هیچ فرد به عنوان خریدار تا پایان وقت مزایده شرکت نکرده. لازم به ذکر که بدهی فرد مورد نظر
24 میلیارد تومان، قیمت این خونه 33 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که هنوز کسی نیامده. یعنی خونه ای که غصبی بوده، مفتی گیرش اومده بوده، 33 میلیارد تومان گذاشته بوده، برنج آلوده گرفته بوده، آورده بود تو کشور، گفته این خونه مفتی که من داده ببرید 10 میلیارد هم دستی من بدید. اون موقع خونه هم قیمتش رو بیشتر ارزش گذاری کرده. یعنی می‌خواستن همه توپ رو بخورن، هم آخر که این مثال علمیش بوده، عملیش و علمی قشنگ با علم روز رفته بودن جلو. که علی پروین یه دونه داماد داشته به اسم محمد صوفیانی، فرزند حاج صوفیانی بزرگ از این پولدارا و تاجرای شهر، که انقدر چک و پول گرفت از این آدم که چکاش رو پاس بکنه، دهن این حاج صوفیانه رو سرویس کرد که فوت کرد بنده خدا رحمتش کنه. که بعدش روزی که حتی حاج صوفیانی با بچهش اومده بوده خواستگاری دختر پروین، 2 تا دختر داشته، گفته بود کدوم میخوای بردار ببر، همین علی پروین گفته بود. جدا میشه، بعد یکی از دختراش میره با پسر این فرزین خواننده توی آلمان ازدواج میکنه، توی بن بوده، که پسرش انقدر، همون پسر فرزین که داماد سابق این علی پروین بوده، انقدر قمار میکنه، مترجم باشگاه پرسپولیس هم بوده، کل پولای پرسپولیس رو فنا میده، رو باشگاه پرسپولیس شرط میبسته به عنوان قمارباز. یعنی این دیگه این حرکتش قفل بوده. و بعد از اون چند سال بعدش همین محمد پروین که الان باباش شده یکی از مافیای باشگاه پرسپولیس، چمدون موقعی که تو باشگاه پرسپولیس بوده، بازیکن پرسپولیس بوده، گوشی وارد ایران میکنه. تو یه روز تو مرز تو همین گمرک فرودگاه امام خمینی چمدونش رو باز میکنه، میگه آقا من اسطوره باشگاه پرسپولیسم، این صحبتات چیه فلان چیه، چمدونش رو باز میکنه، پر گوشی قاچاق وارد کشور میخواسته بکنه. مصاحبهش هم هست، میتونید برید توی خبرگزاری‌ها ببینید، حرف من نیست. همون علی پروین به علی بیرو گفته داشت بس شیتین منو بدی، نداده بوده. علی بیرو رفته بوده مصاحبه کرده بوده ضد پیشکسوتای باشگاه پرسپولیس و گفته بوده که من میدونم کین سوکارو میده، کرما رو میریزه، منظورش علی پروین بوده. علی پروین هم خودش یه باند داره، اصلا یه شرکت داره که پیشکسوتا رو گرفته زیر بالا پر خودش، همه رو سوک میده. علی پروین میگه باید برید مصاحبه بکنید ضد علی بیرو، که همه اون آدما میرن از علی بیرو بعد میگن این احترام پیشکسوتا رو نشده، که البته نداشتم، واقعا حق میدم، چون اونا بهانه خوبی دستشون بوده. علی پروین نمیاد ضد بیرو صحبت بکنه، چون باهوش و زرنگ و حواسش به همه چیز هست، میدونه آدم سیاسی هم هستش که الان هم با دولت پزشکیان بسته، حتی یه فیلم حمایتش هم از پزشکیان در اومد، چون بلده با جریان سیاسی ببنده. و براوندم اومد با درویش دیل کرد، گفت آقا پیشکسوتای پرسپولیس یه گروه دیگه که با علی پروین بدن رفتم با درویش صحبت کردن، گفتن آقا بیرو برگردون به پرسپولیس. قرار بود که روز سه‌شنبه ساعت 10 صبح درویش زنگ بزنه به بیرو بگی که آقا برگرد باشگاه پرسپولیس باید قرارداد امضا بکنیم. شبش علی پروین قضیه رو متوجه میشه، یک شب بلند میشه میره خونه درویش، میگه اگر علی بیرو فردا 10 صبح بیاد دفتر و قرارداد امضا بکنه، چون شیتیل منو در پشت پرده نداده، یه کاری میکنم خودت هم از باشگاه پرسپولیس بری. و تهدید میکنه درویش رو، و درویش هم مجبور میشه که فرداش زنگ نزنه به بیرانوند. و این اتفاقات و مدیر عامل باشگاه تراکتور متوجه میشه قراردادی که مثلا بیرو میتونسته 100 میلیارد ببنده، چه پولای مفتی میگیرن از تراکتور، باش میبنده 30-40 میلیارد 50 میلیارد، و اینجوری میشه که بیرو میره باشگاه تراکتور. ماجرا به اینجا خط نمیشه. بیرو برای علی پروین پیام میفرسته، خط نشون میگه داداش نتونستی شرکتی برام من بزنی. باز پروین سوکش میده. پروین هم یه کاری میکنه که این 4 ماه بخواد از باشگاه از لیگ محروم بشه. بهش هم گفته بود که آقا یه کاری میکنم که دهنت سرویس بشه، فایل صوتیش با دخترها، دختربازی‌هاش، آمارش، تبلیغ نمیدونم کوروش کمپانی و چیزای مختلفو برمی‌داره میبره میذاره رو میز آدمایی که بعد بذاره، به هر حال سیاسی دیگه، بسته دیگه با این سیستم دیگه. الان هم تهدید شده به 4 ماه محرومیت اون و بقیه بازیکن‌ها. میخوام به شما بگم که یه همچین کثافتیه تو فوتبال ایران و همه دور هم دیگه، یعنی بعد این باج به اون بده، اون باج بده. تو ایران وقتی دلال از بازیکن فوتبال بیشتر پول در میاره، شما دیگه تا تهش بخونید دیگه. خیلی از بازیکن‌های فوتبال با من ارتباط دارم و سعی میکنن که نرم از بغل به من اطلاعاتو بدن و منم میگیرم ازشون.
بیشتر راجع به این موضوع افشاگری خواهم کرد. عجله نکنید، صبر بکنید، تو قسمت بعدی اطلاعات بیشتری من راجع به این آدما به شما میدم. حتما کانال پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید و نظرتون راجع به این اتفاقات برای من حتما کامنت کنید. مخلص.